تقریبا 6-7 ساله دارم توی فضای پروداکت دیزاین کار میکنم و تو صنعت‌های مختلفی هم بودم، از فینتک و اچ آر و پروگرام، نه چی بود اسمش یادم رفت، پروکیورمنت بگیر تا نرم افزارهای سازمانی و سس و پس و چیزای دیگه. و توی این مسیری که اومدم تجربه 3 سال منتورینگ داشتم، بیشتر از 300 تا جلسه رفتم و خیلی خوشحالم که الان در خدمتتون هستیم. من فکر کنم بچه‌ها اینجا من خیلی هاشون باهاتون جلسه منتورینگ داشتم، مهشاد و امین و محمد و آتنا و اینا که میدونم بودیم. دیگه کیا بودن؟ هر کی بوده این وسط دست بلند کنه. به به همه آشناییم. پس چیزایی که میخوام بگم همه تکراریه که همتون میدونین. خیلی خوب، بریم سراغش. من اول چند تا نکته بگم. ببین بچه‌ها، من چیزایی که میخوام بگم صرفا تجربه منه. یعنی اصلا آماده باشین که باهاش مخالفت بکنین، یعنی آماده باشین که دوست نداشته باشین مخالفت بکنین باهاش، نظر خودتون رو بگین. میخوایم اصلا نیم ساعت 20 دقیقه آخری بحثی داشته باشیم اگر بشه، یک پرسش و پاسخی بریم. و اینکه چون ببینید کلا ما چیزی به عنوان جهان شمول استاندارد و این چیزا نداریم که بگیم یک استانداردی، یک تجربه یا یک نکته دانشی، هر چیزی همه جا قرار جواب بده. نه، به هیچ وجه این شکلی نیست. این صرفا تجربه منه. قسمت دوم اینکه خب من این تجربه‌ای که داشتم توی صنعت‌های مختلفی بوده که حالا هر کدومشون داشته از یه بخشی از این دانش استفاده می‌کرده و یه جاهای یک راه حل‌هایی جواب میداده، یه جاهای همون راه حل اصلا جواب نمیداده نسبت به نوع پروداکت، نسبت به نوع بیزینس، اون فرآیندها. ما حالا تجربه‌ای رو جمع کردیم که بیایم اینجا بگیم بهتون، و اینکه ممکنه جواب بده توی پروژه شما، ممکنه جواب نده. سر همین خیلی دوست دارم که حتما نظرتون رو بگین آخرش، با همه بحثی داشته باشیم که بتونیم استفاده ببریم هممون. بریم سراغ اصل مطلب، محصول بی تو بی. خب ما جهان میونی کلمات ببخشید من یه چیزی بگم، چون قرار میت خیلی پابلیک باشه. خب من فکر می‌کنم یه ذره بیسیک شروع بکنیم خیلی خوب باشه. منظورم اینه که حتی در همین حد که اصلا تفاوت بین بی تو بی و بی تو سی و حتی تایپ های دیگه محصول رو یه استارتی باش بزنیم که اصلا جا بیفته برای کسایی که حتی ممکنه اولین بار دارن این ویدیو رو میبینن. خب جا بیفته، بعد استارت بزنیم بریم سراغ بقیه داستان رو دیپ‌تر بشیم. خدا خیرت بده که اینو گفتی، پس این مسیر دیگه میخواستم برم. خوب شد کنترل کردی قضیه رو. بریم تو کارش. آقا بی تو بی، اول از همه بیایم شروع کنیم ببینیم این بی تو بی از کجا اومده. بی تو بی، حالا من از نظر خودم محصولا کلا 3 دستن. یا بی تو سی ان، بیزنس تو کانسومر، حالا به اشتباه یک سری ها میگن کاستومر ولی کانسومر میشه اون مصرف کننده نهایی که حالا معمولا هم فرده. بیزنس تو کانسومر، بیزنس تو بیزینس که میشه همون بی تو بی که میخوایم در مورد صحبت کنیم. و یه بخش دیگه ای هم هست از محصولا که اون وسط قرار میگیره، نه بی تو سی نه بی تو بیه، که اتفاقا امروز زرم باش کار داریم، یعنی به بحثمون مربوط میشه. کی میدونه اون دسته دیگه چیه؟ بچه تو کامنت ها اگر چیزی میدونیم بنویسین، میخوایم یه مقدار با هم تعامل داشته باشیم، خیلی یه طرفه نباشه که من فقط صحبت بکنم. غیر از بی تو سی و بی تو بی چی داریم که اون وسط قرار میگیره؟ رضا گفته بی تو جی. بی تو جی رضا یک نوع دیگه از همون بی تو بی. بی تو بیه برای دولت ها. کی گفت بی تو پی؟ محمد، دقیقا درسته. بی تو پی میشه بیزنس تو پروفشنالز. بیزنس تو پروفشنال ها چی هن؟ مثلا اگر که یه چیزی مثل دیبار و دیجیکالا و اسنپ بی تو سی هن، یه چیزی مثل محصولات مثلا نرم افزار حسابداری حسابفا و بی پی ام اس فرابستر و اینا اگر میشن محصول بی تو بی، حالا بی تو پی ها چی هن این وسط؟ میشه بیزنس تو پروفشنال. خب یه سری محصولاتی این وسط قرار میگیرن، مثل محصولاتی که توی حوزه همین کریتیو خودمون هستن، مثلا فیگما، فتوشاپ، ایلوستریتور، دیگه بهتون میگم افتر افکت، اینا میان تو دسته بی تو پی. یک بخش دیگه ایشون مثلا میشن محصولاتی مثل IDE های مختلف.
مثل وی اس کد، نمیدونم حالا هر کدوم از دیگه اینا. خب محصوله حالا بیایم چجوری تعریفش بکنیم. میشه محصولاتی که برای پروفشنال هایی هستن که دارن با بیزینس ها کار میکنن. خب ببین توی محصول بی تو سی ما داریم به اون کانسومر نهایی یک محصولی رو میدیم که از طریقش یک سری خدمات دریافت کنه. توی محصول بی تو بی داریم یک محصولی رو به یک بیزنسی میدیم که از طریقش مدیریت کنه فرایندهای مختلفش رو و بتونه بیزنس خودش رو گسترش بده. توی محصول بی تو پی داریم یک محصولی رو به پروفشنال های حالا میشه گفت فردی ارائه میدیم که بتونه به کمک اون برای بیزینس ها یک سری خدمات رو انجام بده. خب یه مقدار که بریم جلوتر این مثال رو بخوایم ادامهش بدیم، باز من اشاره کنم که از نظر من هر محصول بی تو بی تشکیل شده از یک تعداد زیادی محصول بی تو پی. یعنی ما اگر بیایم 10 تا 12 تا 20 تا محصول بی تو پی رو سر هم بکنیم تبدیل میشه به یک محصول بی تو بی. مثلا موقعی که ما میریم نرم افزارهایی مثل ERP رو میبینیم که برای مدیریت منابع سازمانیه، میبینیم خب یه قسمت‌هایی برای انبارداری داره، حسابداری داره، تعیین دسترسی داره، بخش کوچیکیش میتونه یک حالت CRM داشته باشه، قسمت مارکتینگ و فروش داره. خب هر کدوم از این بخش‌هاش برای کسایی ساخته شده که توی یک تخصص خاص دارن به اون بیزینس کمک میکنن. و اگر یک پکیج خیلی گنده‌ای داریم به عنوان محصول بی تو بی، در این پکیج رو که باز میکنیم میبینیم خب پکیج های کوچیکتری توش وجود داره به عنوان محصول بی تو پی که هر کدومش رو قرار یک نقشی، یک بخش خاص توی یک سازمان استفاده بکنه ازش. چه تفاوتایی دارن اینا؟ خب محصول بی تو سی با بی تو بی رو بیایم یک بررسی داشته باشیم روش. تو محصول بی تو سی ما میگیم خب کاربری داریم که اتنشن اسپن پایینی داره، ما میخوایم توی کمتر از چند دقیقه با محصولمون آنبورد بشه. اگر با محصولمون نتونه سریع آنبورد بشه باونس میشه، چرن میشه به اصطلاح و میره سراغ محصول رقیبمون. میخوایم جوری باشه که نیازی به آموزش نداشته باشه برای استفاده. میخوایم به نحوی باشه که بتونیم از اون منتال مدلی که داره استفاده بکنیم، با اون منتال مدلی که داره بتونیم خیلی سریعتر کاربر رو آنبوردش بکنیم. این تمام تلاش ما اینه که کاربر، یا بخوام خیلی راحت تر بگم، اون کتابی هست که میگه مجبورم نکن فکر کنم، دقیقا برای محصولات بی تو سیه. میگه آقا من مجبور نکن فکر کنم، یه چیزی به من بده که من بتونم خیلی دم دستی ازش استفاده بکنم بدون فکر کردن، بر اساس عادت هایی که دارم و تمام. خب این میشه محصول بی تو سی. حالا محصول بی تو بی دقیقا نقطه مقابلشه. خب کاربر ما قرار نیست که روزی 5 دقیقه با این محصول کار بکنه، قرار روزی 8 ساعت با این محصول کار بکنه. به آموزش نیاز داره. محصول خودش رو با کاربر وفق نمیده، کاربر خودش رو با محصول وفق میده. چرا؟ چون محصول بی تو بی دیگه برای ارائه خدمات و نیازهای کاربر نیست، برای انجام دادن و به ثمر رسوندن فرایندهای سازمانه. پس کاربر باید آموزش ببینه، بره خودش رو با محصول وفق بده، اگر لازمه یک سری مهارت‌ها و دانش جدید یاد بگیره، نیاز داره که زبان تخصصی یاد بگیره برای استفاده از محصول، مخصوصا موقعی که حالا وارد محصولات بی تو بی حوزه مالی میشیم. اگر که از محصول خوشش نیاد نمیتونه عوضش بکنه، چون خودش مسئول انتخاب اون محصول نبوده، بیزینس اون رو براش انتخاب کرده. و این دوتا تفاوت کلیه که اینجا بیان میشه. جان مجید جان. خب من می‌خواستم این چیزی رو توضیح بدم و تاییدش ازت بگیرم. با این اوصاف طراحی محصولات بی تو بی خیلی به ساده سازی اون فراینده که ممکنه خیلی پیچیده هم باشه تو طراحیش و استفاده که کاربر ازش میبره، پس خیلی شاید مهم نباشه، یعنی مجبور باشه که بره یاد بگیره دیگه. داریم میگی که بعد خودش رو با اون محصوله وفق بده. ولی خب دقیقاً که توی بی تو سی دارن کار میکنن سعی میکنن فرایندها رو ساده سازی بکنن که اون اتفاق، اون هدفی که کاربر داره زودتر مهیا بشه. ولی اینجا فکر کنم همچین داستانی رو نداریم، کار باید درست انجام بشه.
دقیقاً و ببین داستان چیه؟ داستان اینه که ما حتی، یعنی میخوام یه چیزی به حرفت اضافه بکنم، اینه که ما حتی میگیم یه جاهایی تو محصول بی تو بی عمدن فرایند رو سخت‌تر میکنیم. یعنی میگیم ببین فرایند میتونه آسان تر از این باشه، ولی ما میگیم عمدن سختش میکنیم. چرا؟ برای اینکه دقت انجامش و مدت زمان انجامش بره بالاتر. مثلا تو سیستم ACL که اصطلاحاً میشه اکسس کنترل لیست، یا برای اینکه ما بخوایم سطح دسترسی های مختلف رو تعیین بکنیم برای نقش های مختلف سیستم، ما یک سیستم خیلی پیچیده داریم و از عمد پیچیده است. و برای اینه که اون کسی که مسئول ادمین سیستمه و میخواد بیاد نقش های مختلف و دسترسی هاشون رو تنظیم کنه، با دقت خیلی زیادی این کار رو انجام بده، چون این کار موقعی یه بار انجام میشه تاثیرش تا ابد تو سیستم قراره بمونه و یه جورایی یه سری چیزای غیر قابل تغییر داره، غیر قابل اجتناب حتی داره. حالا بعد میریم با هم یه نمونهش رو من شیر اسکرین میکنم، بررسی میکنیم با هم که ببینیمش به چه شکلیه. کاملا چیزی که میگی درسته و ما میخوایم فرایند به شکل درست انجام بشه، نه خیلی روی اون یوزر تمرکز بکنیم. محمد یه کامنت گذاشته پروسس سنترد. ببین تمام کیوردایی که میخوام در ادامه بگم محمد داری میگی، یا بذار بقیه هم بگم. دقیقا داستان همینه. ما توی محصول بی تو سی میگیم آقا محصولمون رو ما یوزر سنترد دیزاین میکنیم. آقا یوزر سنترد یعنی چی؟ یا هیومن سنترد دیزاین میکنیم. یعنی چی؟ میگیم آقا آدمه مهمه، مهم اینه که اون آدمه بتونه راحت ازش استفاده کنه، دغدغه‌هاش برطرف بشه، به اون نیازش برسه در کمترین زمان ممکن، راحت ترین حالات، و حالا چیزهای مختلفی هم در ادامه این هیومن سنترد میاد دیگه. امپاتی داشته باشیم باهاش، که هرچند امپاتی من خودم خیلی حرف توش دارم که خیلی غلط معنی شده توی کامیونیتی خودمون، حالا اونم میتونیم یه تایم دیگه در موردش صحبت کنیم. امپاتی باش داشته باشیم، نمیدونم از مسیر دیزاین تینکینگ بریم، این کارا رو انجام بدیم. یعنی یه جورایی میشه گفت تمام ریسورس هایی که توی دنیای دیزاین وجود داره انگار برای این بی تو سی است، برای بی تو بی هیچ چیزی وجود نداره، چون اینا رو موقعی میان تو بی تو بی استفاده میکنیم به در بسته میخوریم، فایده ای نداره این شکلی. مثلا توی محصول بی تو بی، من حالا یه ذره دارم پراکنده صحبت میکنم ولی تهش همش رو به یه نقطه منسجم میرسونیم. تو محصول بی تو بی شما توی 99% مواقع به کاربرا دسترسی نداری که بخوای ازشون ریسرچی انجام بدی، سروی بگیری، باهاشون مصاحبه کنی. یعنی اصلا سازمان هایی که دارن از محصولات استفاده میکنن این اجازه رو بهت نمیدن که بخوای بری از ریسورس ها و دیتا و افراد اونها استفاده بکنی. پس مسیرش کاملا متفاوته. جونم مجید. خیلی همالی جان سلامت. ببین دقیقاً می‌خواستم همین رو مطرح کنم. اون فضای تحقیقات کاربری یا همون UX و نیاز سنجی ما توی محصولات بی تو بی به چه صورت؟ خب ما اکسس نداریم دیگه، جوری که الان توضیح دادی. این رو ما چجوری متوجه میشیم که اون سازمان چه نیازی داره، اون بیزنس یا اون در واقع end یوزری که داریم چه نیازی داره؟ دقیقا الان میخوایم بریم سراغش و مرسی از سوالت عالیه. واسه همینه که ما تو بی تو بی اصلا داریم بر اساس پروسس سنترد میریم، میگیم ببین یوزر مهم نیست، چون ما اصلا تو محصول بی تو بی چیزی به عنوان یوزر نداریم. ما تو محصول بی تو بی نقش داریم. هر نقشی ممکنه 100 تا یوزر داخلش وجود داشته باشه یا یه یوزر باشه یا هر چیزی. این ببین ما میخوایم توی محصول بی تو بی فرایندهایی که نقش مارکتینگ، مثلا نقش حسابدار، نقش مدیر میانی، مثلا مدیر عامل یا هر کدوم از اینا دارن ایفا میکنن رو بیایم براش ابزار بسازیم. یعنی اصلا ما تو محصول بی تو بی نمیایم یک فرایند خطی داشته باشیم که بگیم اوکی تو برای رسیدن به نقطه Z از نقطه A شروع میکنی، B C اینا رو میری خطی میری تا برسی به نقطه Z و این مسیر برای همه یکسانه. نه، ما تو محصول بی تو بی اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اینه که به چشم ابزار نگاش بکنیم. یعنی میگیم که آقا ببین اگر ما تو محصول بی تو سی داریم یک خودرو تحویل میدیم به کاربر، میگیم خب بشین تو این خودروه، این فرمونشه، این دکمه رو بزنی، این اتفاق میفته و این هم اینترفیسشه دیگه، استفاده کن، لذتش رو ببر. تو محصول بی تو بی داریم ماشین هایی رو، یعنی دستگاه هایی رو به اون سازمان ارائه میدیم که میتونن باهاش خودرو بسازن. حالا هر نوع خودرویی که میخوان بسازن، میخواد خودرو برقی باشه، بنزینی باشه، نمیدونم
تراک باشه، SUV باشه یا هر چیزی، ما داریم بهشون ابزار ساختن ارائه میدیم. خب از یه طرف دیگه هر سازمانی فرآیندش کاملا متفاوته. خب و نمیتونیم یه نسخه رو برای همه بپیچیم. پس ما عملا به جای اینکه بیایم روی ساختن محصولی تمرکز بکنیم که برای همه سازمان‌ها جواب باشه، میایم روی ساختن ابزارهایی تمرکز میکنیم که با ترکیبشون با هم بشه هر نوع فرایندی رو پیاده سازی کرد. این شکلی ما عملا از شاید بگم 90% مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد داریم جا خالی میدیم. میگیم آقا به جای اینکه من بیام برای تو مثلا یک پایپلاین فروش بچینم که بگم آره مشتری میاد توی سایت تو، خب الان به عنوان لید ثبت شد، حالا این اصطلاحات CRMیه، بعد باشه تماس میگیری، تبدیل میشه به اپورتونیتی، وقتی ازت خرید میکنه تبدیل میشه به کاستومرت. خب این مثلا شد 3 تا فاز مختلف. ممکنه که یه شرکتی بگه آقا نه من 12 تا فاز مختلف دارم، خب پس من الان چی کار بکنم؟ میگیم اوکی پس من به جای اینکه بیام یک فرایند رو برای تو بذارم اونجا که همه بخوان ازش استفاده کنن، یک ابزاری میذارم اونجا به عنوان BPMS که تو بتونی هر نوع فرایندی رو برای خودت بچینی. حالا چه تو شرکت بیمه باشی و بخوای مثلا درخواستای خسارت های مثلا بیمه شخص ثالث و آنلاین بخوای بررسی و ارزیابی کنی، چه یک شرکت ای کامرس باشی مثل دیجیکالا که بخوای سفارش ها رو بررسی بکنی و سفارش ها رو فولفیل بکنی و بفرستی برای مشتری ها، چه یه شرکت مثلا گردشگری مثل علی بابا باشی که بخوای تورها رو هماهنگ بکنی و محصولات جدید حالا به عنوان تور و بلیط هواپیما و چیزهای مختلف رو بذاری تو سایتت. تمام اینا رو من به جای اینکه بیام یه دونه قلو بسازم و با بدبختی اینو یه کاریش بکنم که برای همه سوس و جواب بده، میگم نه آقا چه کاریه، من بهتون ابزار میدم، خودتون برین بسازین، هر جوری هم که دوست دارین بسازین و تا آخر عمرم همینجوری کاستومایزش بکنین. پس این میشه فرق اون ابزار، فرق ابزار ساختن توی محصول B2B با فرق اون خدمات دادن داخل محصول B2C. تو محصول B2C تو انتخاب نداری از چه طریقی بری، ولی اینور میتونی کامل سیستم خودتو کاستوم شده بچینی. جانم. پس ببین با این صحبتایی که داشتیم تست کاربری خیلی توی B2B جواب نیست دیگه. بعد ببینیم سازمان چی میخواد، چه فرآیندهایی داره، چه نیازی داره و در واقع اون هسته اصلی تحقیقات ما میشه خود سازمان. من این پرسیدم که کلیر بشه این قضیه برای بچه‌ها. من کاملا درست میگی. آره. یعنی ما دنبال اینیم که ببینیم آقا سازمانی که ما میخوایم باش کار بکنیم چه فرآیندهایی داره. معمولا تو اصلا موقعی که میخوای یک محصول B2B رو بفروشی به سازمان، یه جلسه معمولا با هم میذارن، حالا مدیر فروش اون محصول B2B با مدیر عامل و شرکتی که قراره بخره، میشینن فرآیندها رو در میارن و کاری که میکنن اینه که میان مهندسی میکنن ببینن که اون فرآیندهایی که این شرکت داره تا چه حدش داخل اون محصولی که ما داریم با ابزارهایی که داریم قابل پیاده سازی هست. یه موقع هست که نه واقعا قابل پیاده سازی نیست. 2 تا حالت داره، یا میگیم که آقا این محصول ما این قابلیت ها رو نداره و نمیتونیم هم بهش اضافه بکنیم، یا اینکه میگیم آقا محصول ما این قابلیت رو نداره ولی براتون شروع میکنیم به دیولپ کردنش. این اتفاق خیلی عادیه که یک نسخه ای از محصول B2B برای شرکت خاص بیاد کاملا شخصی سازی بشه. یه حالت سومی وجود داره که خیلی جذابترش هم میکنه، اینه که میگیم ببین محصول ما این قابلیت رو نداره ولی میتونی با فلان محصولی اینتگریت بشی، میتونی با فلان محصولی API تو بهش وصل بکنی و از اون قابلیت اون محصوله برای این کار استفاده بکنی. یعنی یکی دیگه از ویژگی های محصول B2B اینه که کاملا و حتما و 100% باید قابل اینتگریت شدن باشه با تقریبا هر چیز دیگه ای. اینو حالا مثلا ما توی خیلی از محصولات B2B داخلی نداریم، چون اصلا توی محصولات داخلی ما کلا چیزی به عنوان اکوسیستم نداریم، هر کی داره برای خودش یه سازی میزنه. ولی شما مثلا موقعی میری توی زاپیر میبینی که خب هر محصولی رو که انتخاب بکنی میتونی به 7000 8000 تا محصول دیگه وصلش کنی فقط از طریق خود زاپیر.
حالا از طریق API کاستوم خودش که به کنار. پس اینم یکی دیگه از ویژگی‌های محصول B2B شد. بریم سراغ این بچه. تا اینجا سوالی هست؟ اگر سوالی، مسئله، چیزی هست در موردش صحبت کنیم. خب دست بلند کرده هانیه، بگو. سلام، صدای منو دارین؟ بله بله. من یه سوالی داشتم که نمیدونم الان متوجه این نمیشم که بیزنسی که من توش کار کنم شاید عجیب باشه، متوجه این نمیشم که الان B2B محسوب میشه یا B2C. به خاطر اینکه به طور کلی ما داریم یه داشبورد سازمانی رو به سازمان مثلا میتونن بیان داخلش و یه سری مثلا کارهای انجام بدن و مثلا حالا مثلا اون پروسسی که دارن انجام میدن تموم میشه میرن بیرون. بعد ولی در این حال انگار که داره یه خدمتی رو ارائه میده به مشتری و به اون یوزر خاصی که داره از پنل استفاده میکنه و یکم من توی طراحی این موضوع به مشکل خوردم. الان نمیدونم که باید از اصول مثلا همون پروسس سنتر استفاده کنم، یوزر رو اولویت بذارم، یه جوری انگار مثلا به قول شما یه فرآیندی نیست که یه نسخه ثابت داشته باشه، یعنی یه چیزیه که انگار مختص به خودشه. حالا من خب ببین اون یوزری که داره استفاده میکنه، اون یوزری که داره استفاده میکنه برای خود شخصش داره استفاده میکنه یا برای بیزینسش داره استفاده میکنه؟ برای بیزنسش داره استفاده میکنه. پس محصول B2B. ببین حتی اگر یک یوزر داره از محصول استفاده میکنه برای بیزینسش، محصول میشه B2B. خب اصلا فرقی نداره که سایز اون بیزینس چقدر، ممکنه 1 نفره باشه، ممکنه 10 نفره باشه، ممکنه 10,000 نفر باشه. وقتی که اون آدم داره از این محصول استفاده میکنه برای اینکه حالا یک کاری رو برای بیزینسش انجام بده، محصول B2Bه. متوجه شدم. پس من راستش بخواین الان تو این میت متوجه شدم که من اشتباه میکردم که تا حالا اصرار میکردم به مدیرم که باید ما کار رو برای کاربر آسون کنیم. یعنی مثلا واقعا تا حالا اینجوری فکر میکردم باید بهش کمک کنم که راحت‌تر با پنل کار بکنه، راحت‌تر اکشنی که میخواد انجام بده رو انجام بده. یعنی مثلا همیشه یه نسخه‌ای هم در نظر میگرفتم که مواظب باشه داره چی کار میکنه، یا مثلا قبل همیشه تاییدیه بگیرم قبل از اینکه هر کاری رو بخواد انجام بده. ولی آره بیشتر اصرار میکنم روی ساده بودن و بقیه بهم میگفتن که شاید همچین چیزی لازم نباشه و اون کسی که داره از این استفاده میکنه یه حالتی به هر حال یه آموزش دیده برای این قضیه. ولی من میگفتم که یوزر سنتر بودنش به اولویت. ببین نکته‌ای که میگی اتفاقا خیلی وقتا اکثرا درگیرش میشن. چرا؟ چون اصلا میگم منابعی که وجود داره برای دیزاین همه حول محور B2Cه. هیچکی در مورد B2B حرف نمیزنه. چرا؟ چون محصولای B2B ارزشمندترین دارایی‌های هر سازمانن و به محض اینکه بیان در مورد حالا نحوه طراحیشون، نمیدونم اون فرآیندهای پشتش، نحوه تصمیم گیریشون و دیزاینش و اینا صحبت بکنن، خب ارزش داراییشون رو دارن از دست میدن. واسه همینه که اصلا ریسورس درست حسابی در مورد دیزاین محصولات B2B هیچ وقت وجود نداره تا موقع شما وارد خود محصول نشین. یه بحث دیگه هم هست، بحث فرق بین راحت‌تر و درست‌تره. معمولا تو اکثر مواقع اگر ما بخوایم یه کاری رو درست انجام بدیم، راحت نیست انجام دادنش و هر چقدر راحت تر باشه ممکنه که توی بلند مدت هیچ کننده تر، گمراه کننده تر باشه و حالا موقعی که اون یوزر بخواد بره سراغ یک محصول مشابهی که با دیدگاه پروسس سنتر دیزاین شده، اونجا یه ذره بخوره تو دیوار. یعنی ما عملا یک استانداردهایی رو داریم رعایت میکنیم تو محصول B2B که درست ترن ولی راحت تر نیستن و از عمد یه ذره سخت ترن. این چیزیه که میگم واقعا با تجربه به دست میاد و کم کم متوجهش میشیم دیگه. امیدوارم جواب سوالتو داده باشم. بله متشکرم. خواهش می‌کنم. خب بچه‌ها، مجید جونم، ما این برامون در واقع یه سری ریسورس هایی که میتونیم برای یادگیری استفاده کنیم هم میتونیم معرفی کنی در انتها. آره اونجا نیم ساعت گذشت. آره
شیرین و گرم بود. همینجوری من دارم میگم بالا منبر نشستم. اوکی ریسورس هم چشم، یه چند دقیقه دیگه میرم سراغ ریسورس ها. ایوه من فقط یه چیزی رو دوباره توضیح بدم در مورد مدل حل مسئله داخل محصول B2B، بعد بریم سراغ ریسورس ها. ببینید یه چیزایی مثل دیزاین تینکینگ، دابل دایموند، نمیدونم از اینایی که به ایده شخصی من خیلی چرت و پرتن، توی محصول B2B جواب نمیدن. وقتی من میگم چرت و پرتن نظر منه، چون من تو محصول B2B ام و تو اونجا جواب نمیده من میگم چرته. هر کدومتون تو محصول B2C باشین الان شاید اینجوری این که آقا من اونجام جواب داده، من میگم خب نظر شما محترم ولی خب نظرتون با نظر من یکسان نیست، اون اصلا کاری بهش نداریم. چیزی که تو محصول B2B جواب میده و چیزی که من خودم سالها ازش استفاده کردم روشیه به عنوان پرواکت که من اینجوری می نویسمش. حالا شاید بچه‌هایی که با من کارگاه داشتن یا جلسات منتورینگ داشتن این خیلی براشون آشناه، میشناسنش. پرواکت 5 تا مرحله داره، میبینید که 5 تا تیکه است. PROACT. میگیم آقا پرابلم، اول از همه باید پرابلم رو کشف بکنیم. پرابلم توی اون فراینده نهفته است. من میخوام ببینم که آقا من یک فرایندی رو که میخوام توی یک سازمانی پیاده سازی بکنم، یا در واقع با محصولی که دارم فرایندهای یک سازمان رو بخوام دیجیتال بکنم، مسئله اصلی من، مشکل اصلی و اون باتلنکی که من دارم توی سیستمم کجاست. سیستم من از چه ابزارهایی تشکیل شده که بتونه اون محصول رو، اون فرایند رو بسازه، نسازه. حالا چجوریه؟ آیا اون فرایند قابل پیاده سازی هست با محصول من یا نه؟ و اینکه به چه استپ هایی من نیاز دارم توی این فرایند، حساسیت این فرایند به چه مقداره. تمام سوالاتی که از این جنسن برای شناختن اون فرایند رو من تو مرحله پرابلم میام شفافش میکنم. بعد میرم سراغ قسمت دوم، ابجکتیو. توی ابجکتیو میام میبینم که هدف از این حل مسئله و ساختن این فرایند چیه و قراره به چه نتیجه‌ای برسیم و چطور قرار موفقیت اون نتیجه رو اندازه گیری بکنیم. این قسمت ابجکتیوه. میریم سراغ آلترناتیو. تو آلترناتیو میایم اینو بررسی میکنیم که از چه روش‌هایی من میتونم این فرایند رو پیاده سازی کنم. و یه وقتایی هست که مثلا من یک فرایندی دارم، ممکنه بگم آقا من مستقیم میرم تو BPMS فرایندش رو مینویسم، یا میگم نه این یه چیزیه که ممکنه خیلی جمع و جوره ولی خیلی تکرار میشه، میام براش یک ماژول اختصاصی مینویسم که یه مقدار ویژوال تر باشه، آدما بتونن سریعتر اینو اوکیش بکنن، یا اگر که مثلا معمولا یه همچین ماژول های تغییرات زیادی داره بتونه مثلا دسترسی راحت تری داشته باشه، دسترسی سریعتری داشته باشه با اون قسمتی که بخواد اینو تغییر بده. اینو حالا من مثالش اگه شد در ادامه میزنم. یه قسمت دیگه ای که داریم C میشه consideration. توی consideration من میام چیکار میکنم؟ میگم آقا تمام اون راه حل هایی بود که من گفتم، ممکن از BPMS باشه، ماژول اختصاصی بنویسم براش، هر کدوم از اینا چه خوبی‌ها و بدیایی داره، چه بنفیت هایی داره، چه کاستی داره، من برای هر کدومش باید چقدر زمان و هزینه و انرژی بذارم و از هر کدومش چقدر میتونم بعداً پول در بیارم به عنوان یک فیچر. و آخر از همه توی قسمت ترید آف میگیم که اگر من بیام هزینه و زمان و انرژیمو بذارم روی حل کردن این مسئله و ساختن این فیچر، از ساختن چه فیچر دیگه جا میمونم. یعنی میام براش اولویت بندی میکنم که آقا این اولویتش فوریه، معمولیه، یا نه اولویتش این شکلی که 3 سال دیگه هم انجامش دادی. و اینکه ریسکش چقدره اگر من این رو بسازم و شکست بخوره، آیا کل بیزنس من میره رو هوا یا نه هیچ اتفاق خاصی نمیافته. پس توی قسمت ترید آف میام ریسک و بنفیت اون محصول رو، یعنی اون فیچر رو میسنجم و تصمیم میگیرم که اصلا بسازمش یا نسازمش. پس این کاریه که من توی این قسمت پرواکت میام انجام میدم. در مورد پرواکت برید مطالعه بکنین، یه سری ریسورس ها وجود داره براش. بهترین ریسورسی که اصلا اومده حول محور این مسئله
توضیح داده. یک کتابی هست به عنوان ویژوال MBA، می نویسم اینجا توی چت چون کلا MBA که مثلا حول محور اون مدیریت بیزنس میچرخه، کاملا میاد با این روش توضیح میده که من چجوری میتونم حل مسئله داشته باشم توی محصول بیزینسی خودم. اینم تا اینجا. بریم یه چند تا ریسورس بررسی بکنیم با هم و اگر باز حالا نکته چیزی بود من در ادامه میام توضیح میدم. من یه شیر اسکرین بکنم اول. اینجا یه بخشی رو میخواستم بهتون نشون بدم، دقیقا همون بخشی بود که داشتم میگفتم ما اصلا عمدن میخوایم یه مقدار سخت باشه. من موقعی که وارد یه CRM میشم، حالا CRM یک محصول B2B خیلی کوچیکه، یعنی عملا شاید کوچیک‌تر از این نتونیم محصول B2B داشته باشیم. یه قسمتی داریم به عنوان رولز. من وارد رول که میشم میخوام حالا بیام نقش بسازم، چون ببین من گفتم که من تو سیستم B2B عملا کاری با یوزر ندارم. یوزر برای من اهمیتی نداره، نه که بگم اهمیت نداره، اینجوری بگم که به رسمیت نمیشناسمش. خب برای من مهم نیست که مثلا برای یک بیزنس مهم نیست معین سپهری کیه. خب مهم اینه که آقا معین سپهری چه نقشی داره. نقشش دیزاینر، مارکتینگ، کال ساپورت، نمیدونم چیه. موقع میام اینجا میبینم خب یک تیبل خیلی بزرگی من دارم از دسترسی های مختلف. حالا من موقع وارد ادیتش میشم باید شروع کنم تک به تک هر قسمت رو دسترسی دادن و تو سیستم های مختلف قسمت دسترسی متفاوت پیاده سازی میشه. توی این سیستم بر اساس اسکوپ حالا معمولا به عنوان همون فیچر شناخته میشه و بر اساس فیلد میاد دسترسی میده. یعنی شما میتونید رو تک تک فیلد ها، اینپوت ها، دیتا های حتی یک خطی دسترسی بذارید. پس حالا فرض کنید شما میخوایم بیاین برای یک نقشی شروع کنین دسترسی دادن. مثلا میگیم که آقا من میخوام برای قسمت ایمیل ها این نقش دسترسیش اینیبل باشه، بتونه کرییت کنه، نه بتونه بخونه، آره بتونه ادیت کنه، مثلا فقط مال خودشو بتونه ادیت کنه و بتونه دیلیت بکنه، مثلا فقط مال خودشو بتونه دیلیت کنه. خب این چهارتایی که اینجا داریم create, read, edit و delete اصطلاحاً هم بهش میگن CRUD CRUD که میشه create, read, edit یا update و delete که هر کدوم از این چهارتا رو ما میایم روی یک بخشی تنظیم میکنیم. حالا دیگه شما خودتون فکر بکنید من میخوام بیام مثلا برای 30 تا نقش مختلف توی سیستمم دسترسی ایجاد بکنم، نقش بسازم و شاید حداقل مثلا من باید یک هفته تمام بذارم برای اینکه تمام اینا رو با دقت بیام ستاپ بکنم و هیچ راه راحتی هم براش وجود نداره. راه درستش اینه. یکی فکر کنم سوال داشت نه؟ یه صدایی اومد. این یه نمونهش بود. من برای اینکه ریسورس بعدی رو نشون بدم باید VPN رو وصل کنم. اگه قطع شدم مال VPN یه ثانیه شاید قطع شم. خب منو دارین؟ بله بله. خدا رو شکر. ریسورس بعدی که من خودم خیلی دوستش دارم زپیره. من اینو تقریبا فکر کنم به تمام کسایی که با من جلسه منتورینگ داشتن اینو معرفی کردم. توی این لینک که وارد میشیم zapier.com/apps من لینکش هم میذارم اینجا براتون. zapier.com/apps میگه ببین من 8529 تا اپلیکیشن مختلف دارم و تو بخوای هر کدوم رو میتونی به هم دیگه وصلش بکنی. حالا مثلا الان یه چیزی مثل N8N هم اومده که اونم باز خیلی چیز خفن و باحالیه. حالا اون یه مقدار یوز کیسش فرق داره با این، ولی خب این به عنوان یک BPA داره میگه من میتونم این 8500 تا رو به هم دیگه وصل بکنم. یک کاتالوگ خیلی خوبی داره از انواع مختلف محصولات B2B. یعنی تو قسمت
artificial intelligence, business intelligence, commerce, communication, content و چیزهای مختلف. شما میتونید بریم و شروع کنید مطالعه کردن. یعنی من میگم اوکی من میخوام برم ببینم توی قسمت مثلا سیلز اند CRM چه محصولایی وجود داره و چه محصولات خوبی وجود داره. میام میبینم که اوکی تاپ محصول های سیلز اند CRM چیان؟ سیلز فورس، جات فرم، پایپ درایو، چیزایی که خودم میشناسم و بیشتر بگم زوهو CRM و چیزهای مختلف. 1700 تا هست بالاخره. کاری که خیلی کمک میکنه بهتون اینه که شروع بکنید مطالعه کردن این محصول ها. یعنی مثلا من میرم توی پایپ درایو، اولا که حالا تو خود صفحه این محصول که میام داره بهم توضیح میده که مثلا من با اینتگریت کردن این محصول با یک محصول دیگه چی کارها میتونم انجام بدم. مثلا میگه اگه پایپ درایو و میل چیمپ رو با هم اینتگریت بکنی میتونی یک add new pipe drive people to MailChimp as subscriber. میتونی که کسایی که کانتکتشون رو توی پایپ درایو ذخیره میکنی به عنوان سابسکرایبر داخل میل چیمپ اضافه کنی که براشون ایمیل بره. یا چیزهای دیگه ای که میتونه باشه add new pipe drive deals to Google Sheet Rows. میتونی مثلا اون فروشی که داخل پایپ درایو داری رو مستقیم ببری داخل گوگل شیت بذاری، که یه تمرین خیلی باحاله اگر که این وصل کردن اینا رو انجام بدین. من توی کارگاهی که داشتم تمرین این بود که با وصل کردن نوشن و گوگل فرم و نوشن و گوگل فرم به هم دیگه بیایم یک لیستینگ املاک درست بکنیم که وقتی تو گوگل فرم شما یه سری دیتا وارد میکنین بره به صورت کارت بشینه داخل دیتابیس نوشن. این خودش خیلی جذابه. و حالا در ادامه چیکار میکنیم؟ میریم تو خود محصول پایپ درایو، اینو سرچ کنم برم داخلش، و تو خود محصول پایپ درایو که میریم اکثر این محصولا که ترایل رایگان دارن، پس حتما برین ازشون استفاده بکنین. و توی ترایل رایگانی که میرین واردشون میشین قرار نیست که بریم مثلا توش بچرخیم ببینین مثلا اینجاش خوشگله، اینجا این منو رو داره، اینجا مدالاش این شکلی باز میشه. اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که چجوری میشه از ابزارهاش استفاده کرد. مثلا شما برای اینکه بخواید پایپ درایو رو مطالعه بکنین و ببینین چه جوری داره کار میکنه باید بیان یک سناریوی دنیای واقعی رو داخلش پیاده سازی بکنین. مثلا چی؟ مثلا من میام میگم که من میخوام فلوی مثلا چی بگیم از سفارش تا تحویل کالای دیجیکالا رو بیام داخل این پیاده سازی بکنم. چه جوری؟ مثلا میگم که سفارش تو ستون اول ثبت میشه، بعد میره تو قسمت انبارداری، بعدش که تو انبارداری تموم شد میره تو قسمت بسته بندی، ارسال، در حال ارسال و تحویل شده. و میام همچین پایپلاینی رو برای خودم میسازم. بعد میبینم که اوکی الان من با ابزارهای اتوماسیونش چجوری میتونم بیام اینو شروع کنم اتومات کردنش. چجوری میتونم از ایمیل اتوماسیونش استفاده بکنم برای اینکه وقتی یک استیتی تغییر میکنه به کاربرم ایمیل بزنم. چجوری میتونم مثلا یک فرآیندهایی مثل ادیت سفارش رو اضافه بکنم که مثلا کاربر ممکنه سفارشی داده فرداش بگه آقا من میخوام سفارش رو کنسل کنم یا یه قلم جدید بهش اضافه بکنم. تمام این سناریوها، یعنی سناریوهای محصولات بی تو سی یعنی که داریم روزمره ازشون استفاده میکنیم، میتونین بیاین داخل همچین محصولی شروع کنین پیاده سازی کردنش، رپلیکیت کردنش، که کامل متوجه بشین به چه چالش هایی برمیخوریم برای مدیریتش، برای ساختنش، برای گسترش دادنش. و اینکه وقتی که میخواین این کار رو انجام بدین اون ابزار با شما چجوری برخورد میکنه و شما قراره چجوری از اون ابزار استفاده بکنین. چه چیزهایی باید بدونین از زبان تخصصیش، از استانداردهایی که داره، از فرآیندهایی که باید طی بکنین برای ساختنش. تمامش رو میتونیم بیاین اینجا شروع کنیم به تمرین کردن. و این تازه یک محصوله، بکنین 8000 تا محصول دیگه وجود داره که میتونین به راحتی مطالعهشون بکنین. و یک کار دیگه هم که من پیشنهاد میکنم انجام بدین اینه که با یک سری نقش‌های مختلف، یعنی نقش‌هایی که مثل کسایی که دارن توی مارکتینگ کار میکنن، پروداکت منیجرها، کسایی که توی بیزنس آنالیتیکس کار میکنن، بیزنس آنالیسیس البته کار میکنن،
توی یه پلتفرمی مثل ADP لیست بیاین شروع کنین و جلسات منتورینگ بگیرین باشون صحبت کنین و ببینین که روزمره دارن از چه ابزارهایی استفاده میکنن، چجوری کارشون رو انجام میدن و چجوری از اون ابزار خاص داخل یک محصول بزرگتر استفاده میکنن که یک سری فرایند رو کنار آدمهای دیگه بیانو انجام بدن. و یه چیز دیگه ای هم که هست که حالا خیلی ریسورس خاصی نداره ولی میتونین روش خیلی مطالعه بکنین، اینه که ببینین هر محصول B2B از چه قطع محصولهای B2P ساخته شده. مثلا من موقع وارد یک محصول DXP یا ERP میشم، چیزی که دارم اینه که بخش‌های مختلفی داره، مثل چی؟ مثل BPMS که بتونم باش فرایندهای مختلف رو بسازم، مثل ACL که نقش و دسترسی‌های مختلف بدم، مثل CMS که کانتنت ها رو منیج کنم باهاش، ابزارهای مانیتورینگ و آنالیتیکس داره، قسمت‌های مختلف. چیزی که باید ببینیم اینه که من چجوری میتونم بیام این ابزارها رو در عین حال که دارم به صورت تخصصی برای یک نقش خاص تولید میکنم، در عین حال چجوری اون حال و هوا و چجوری بگیم مثلا هویت کلیش رو یکسان نگه دارم که توی یک محصول به صورت یک پارچه در بیاد. چون کاملا دارم با ابزارهای خیلی عجیب غریب مختلفی کار میکنم، هر کدومشون زمین تا آسمون با اون یکی فرق داره دیگه. حالا چجوری میتونم بیام یک کاری بکنم که هویت اینا خیلی یکسان باشه که توی یک پکیج محصولی کاملا خودشو نشون بده که این یک هویت یکسانی داره. شناختن این قسمت های سازنده محصول B2B خیلی جذابه، مخصوصا اگر که برین وارد دنیای BPMS بشین. BPMS ها اگر که مثلا من بخوام یک نمونهش رو نشون بدم، میتونین کاموندا رو سرچ بکنین. لینک کاموندا رو بذارم اینجا. کاموندا یک ابزار BPMS اوپن سورس، میتونین برای اصلا توی پروژه های مختلف ازش استفاده بکنین. و اگر که بخوام مثلا من فضاش رو نشون بدم، مثلا ادیتورش رو سرچ کنیم، شما موقعی وارد کاموندا میشین برای ساختن یک فرایند با همچین ویوی طرف میشین. همچین ویوی میاد میگه که اوکی فرایند از کجا شروع میشه، چه استپ هایی رو طی میکنه و آخرش کجاست. خب شاید با خودتون بگین این که خیلی یک فلوچارت ساده است دیگه، من میرم توی فیگ جم هم میتونم این فلوچارت رو بکشم. ولی داستان اینه که این فلوچارت به تمام نقاط سیستم وصل میشه، ستاپ میشه و شما باید میایین براش تعریف میکنین که در چه صورتی چه کاری رو انجام بده. شروط مختلف رو براش مینویسین، اگر لازم باشه کد نویسی کاستوم براش انجام میدین. نقش های مختلف رو به استپ های مختلف وصل میکنین. یعنی مثلا میگین که توی این استپ باید این فرم بره دست یه کسی که نقش مثلا انباردار داره، وقتی اون تایید کرد بره دست کسی که نقش مثلا راننده داره که بخواد اون پکیج رو بفرسته ببره، وقتی رفت به اینجا باید این اتفاق بیفته، اگر فلان طور شد این فرم رو کلا برگردون به یه استپ دیگه یا هر چیزی. این دنیای BPMS دنیای به شدت جذابیه. اگر باش آشنا بشین توی دنیای محصولات B2B خیلی میتونین راحت تر کار بکنین، چون عملا پشت تمام محصولات B2B همچین چیزیه که شما بتونین فرآیندهاتون رو تعریف بکنین. و این هم چیزایی بود که میتونستم با عنوان ریسورس بگم خدمتتون. جونم مجید. ببین میتونیم یه نمونه BPMS داشته باشیم که یه مثالی زده باشه این ارتباطات خیلی سوال خوبی بود. ببین خود کاموندا یه ویدیو خیلی خوب داره که میاد در مورد این توضیح میده که چجوری یه شرکت بیمه میتونه مثلا فرایند تعیین خسارت بیمه شخص ثالثش رو بیاد داخل کاموندا کامل برنامه ریزی کنه، یا چجوری بیمارستان میتونه بیاد فرایندهاش رو اینجا بسازه داخل کاموندا و به چه شکلی انجام میشه. من این ویدیوشو برات میفرستم که حالا تو چنل بذاری یا مثلا اگه گذاشتی یوتیوب تو دیسکریپشنش بذاری. خیلی عالی. آره ممنون میشم. قربان.
این هم از این بود و دیگه من هرچی بلد بودم بهتون گفتم. اگر بچه سوالی مسئله چیزی هست در خدمتیم. خیلی هم عالی، دمت گرم موین. بعد بی تو بی کلا چیزی نیست که فکر کنم بشه مثلا تو 1 ساعت جمعش کرد. اصلا ما در واقع این میتو بیشتر برگزار کردم برای بچه‌هایی که آشنایی ندارن و حالا برای بچه‌هایی که یه سری چیزا براشون گنگ بوده بتونن بفهمن که اصلا قضیه چیه و اگه نیاز بیشتری بود میتونن بچه‌ها مثلا با خود موین توی در واقع ADPDs یا لینکدین باشه ارتباط بگیرن. حالا جلسات منتورینگ و کارگاه‌ها فکر کنم ویدیوهاش رو داریم موین، نه؟ آره کارگاه ویدیوهاش هست. پس بذار من لینک ADP لیستم میذارم اینجا تبلیغ ریز بکنم. آره لینک صرفا این که خیلی اوکی راحت باشه، یعنی هر جوری که هست در نهایت من میخوام که میزنم دفعه بعد بالا. آره من فهم کنم مشکل بچه‌ها رو حل کنم. من جلسات قربونت برم، جلسات حالا پایه‌تر و کوتاه‌تر داخل ADP لیسته، جلسات ادوانس رو توی پادرو گذاشتم که حالا دیگه هزینه‌اش جدا. بچه اگر خواستین در خدمتتون هستیم. میلاد جان جونم در خدمتیم. سلام همگی، خوبین؟ خسته نباشید. سلام و درود. قربان شما. صدای من خوب میاد؟ عالی. خیلی خوب. من تو ترافیک بودم، خوشحالم که رسیدم به میته چون خیلی دوست داشتم که هم خودت ببینم هم بعدا برای بچه‌ها برای میتای خیلی خفن دیزاین اسپارک و مجید که حرف نداره. من آخرین بار یادم خودت تو چیز دیدم، اون کارگاه امیر رایان بود. آره مدرسه دیزاین ویچ بودم. دقیقاً. یه انتقال تجربه که می‌خواستم بکنم در مورد پروژه بی تو بی. ما الان تو شرکتی که هستیم زیر مجموعه شرکت شکلات سازی شونیزه. کل محصولاتی که داریم کار می‌کنیم همشون بی تو بی ان و اون هدف یه گلی که داریم اینه که بتونیم حالا تو این 1 ساله به یه سیستم ERP خیلی خوبی برسیم. ما از تکنیک دیزاین اسپرینت استفاده می‌کنیم توی پروژه هامون و انقدر این تکنیک ما کمک می‌کنه در مورد اون گدرینگ دیتا و اون فراینده که واقعا خیلی خوبه. یعنی اون کاملا خطا رو به حداقل داره میرسونه. خیلی از بچه‌ها مثلا میپرسیدن که آقا مثلا پروژه بی تو بی چون دیگه اند یوزر نداره ما اصلا نمیتونیم بریم باشون صحبت بکنیم یا همچین دغدغه‌هایی داشتن. ولی خب مثلا ما الان بریم کارخونه قبل اینکه مثلا بخوایم یه فیچری رو شروع کنیم یا یه محصولی رو شروع کنیم میریم کلی دیتا جمع می‌کنیم با زینف و با کسایی که خب قبلا با نسخه قدیمی اون اپلیکیشن داشتن کار می‌کردن، مثلا نسخه مثلا HRMS داریم یا مثلا آزمایشگاه یا خط تولید که واقعا برای خودش دنیای خیلی بزرگیه. بعد یه جلسات ایونت استورمینگ برگزار می‌کنیم و کلی همه تارگت ها رو مشخص می‌کنیم. بعد میریم سراغ دیزاین اسپرینت که خب 5 تا پارت داره و پارتاش خیلی خیلی خوبه. حالا نمیدونم فرصت هست بگم یا نه، ولی برای بچه‌هایی که خیلی علاقه دارن بفهمن مثلا از دیزاین اسپرینت چجوری کار میکنه اینجوریه که خب اون 5 روز اولش رو هم بحث تارگت ها رو انتخاب میکنیم. تارگت ها که مشخص شدن با کل تیم و بچه‌های فنی میان روی روز دوم که سمت تیم دیزاین میرن روی اسکیج اون تارگت ها رو میزنیم، مثلا 2 تا اسکیج میزنیم یا 3 تا اسکیج. روز سوم میام روی دیساید که کل تیم دوباره جمع میشیم، بچهای فنی و پی او و پی ام و فلان، روشون بحث میکنیم روی اسکیجایی که زدیم و که کدوم نزدیک بیزینس ما، کدوم هم همون دغدغه‌های کاربرای ما رو کاملا داره رفع میکنن. بعد میریم روز چهارم که روز پروتوتایپ و روز پنجم که میریم کارخونه برای تست. انقدر این روز جذابه که اصلا خیلی هیجان خیلی خوبی داریم. من عاشق این روز آخرش هم که ما مثلا میریم کارخونه مثلا من رکورد میکنم با گوشی خودم، مثلا 3-4 نفر میریم من پشت وای میسم رکورد میکنم، مثلا میمیک صورتشون که اصلا فلو رو هیچی نمیگیم بهشون، میگیم مثلا برو مثلا یه دسترسی ایجاد کن، برو مثلا این برای کل این یونیت هایی که مثلا میخوای بهشون دسترسی بدی برو همه دسترسی ها رو منیج کن، دسترسی جدید ایجاد کن. خیلی جالب این تکنیک هم، یعنی خیلی به کار ما اومده که داخلش مثلا داریم از تکنیک LDJ همون لایتنینگ دیسیژن جمع هم داریم استفاده میکنیم. خواستم بگم که اینم خیلی خوبه، اگه بچه‌ها دوست داشتن میتونن در مورد دیزاین اسپرینت هم یه مطالعه داشته باشن. در خودت هم میگم این آخرین که گفتی خیلی جالب بود، برام نشنیده بودم این لینک آخر که برام فرستادی.
تو گروه. قربونت برم، دمت گرم، مرسی از این بله. تجربه‌ای که انتقال دادی. و ببین آره مثلا حالا تو کیسی که الان شما دارین کار میکنین باز دسترسی دارین به خود اون یوزری که بشه حالا باشه تستی انجام داد، که یه مقدارم کم پیش میاد واقعا تو دنیای محصول بی تو بی. بیشتر فکر کنم تو محصولایی به وجود میاد که محصول این هاوس دیگه، برای خود سازمانه داره استفاده میشه. آره کلا تمام محصولای کارخونه داره استفاده میشه دیگه. آره نگهبانی دمت و هم گرم، آزمایش. مرسی ازت. قربان شما فداش. مرسی دم خودت که همه چی عالی بود. قربونت، مرسی نوکرم. امین جان در خدمتم. سلام، خسته نباشید. سلام، اوکی؟ عالی. خسته نباشید قربونت، مرسی. عرض به خدمت دی، یه جای اشاره کردی در خصوص اینکه بنچمارکمون انگار میشه انگار اون زینفانی که ما اینجا داریم برای این محصول، یعنی ما میخوایم براشون محصول رو آماده کنیم و بهشون تحویل بدیم. حالا مثلا اینم اگه توضیح بدیم ممنون میشم. این که اصلا خود اون شخص هم نمیدونه چی میخواد، فقط میدونه یه چیزی میخواد، بعد حتی اطلاعاتش ناقصه و دقیق نمیدونه چی میخواد. مثلا تازه ما یه چیزی میزنیم میبریم تحویل میدیم پرزنت میکنیم، تازه گزارش میفته که چی میخواد، تازه اصلاح میده که مثلا من اینجوری میخواستم اونجوری میخواستم. حالا اینم یه توضیح میشه بدی که چیکار کنیم کمتر این رفت و برگشت اتفاق بیفته. حتما. ببین تو بیزینس، توی این محصول بی تو بی ذینفع ما بیزینسه. یعنی ما حتی توی بعضی ذینفعش هم با فرد سر و کار نداریم. من میگم آقا من میخوام کاری بکنم که محصولی بسازم به بیزینس کمک بکنه. حالا نماینده اون بیزینس میشه مثلا مدیر عاملش و مدیر فروشش و نمیدونم مدیر مارکتینگش و هر چیز دیگه. بحث سر اینه که من چجوری فرایندهای مختلف اون شرکت، اون بیزنس رو بیام استخراج بکنم. حالا باز خیلی اینجا یه تفاوتی به وجود میاد که آیا من دارم یک محصول بی تو بی میسازم صرفا برای یک شرکت که این هاوس استفاده بشه، فقط برای اون شرکت و مجموعه استفاده بشه، مثل همون چیزی که الان میلاد جان توضیح داد، یا نه من دارم یک محصولی میسازم به عنوان یک محصول بی تو بی ساتس یا پس یا حتی آیز که میشه حالا سافتور از سرویس یا پلتفرم از سرویس یا اینفراستراکچر از سرویس، که قراره به بیزنس های خیلی زیادی این رو برم ارائه بدم. وقتی که محصول من از نوع ساس و پس و آیزه که قراره به صورت عمومی به همه بیزنس ها فروخته بشه، اونجا من دیگه نمیام طبق یک سری نیاز خاص این کار رو تو شروع کار انجام بدم. کاری که میکنم اینه که ابزار رو به نحوی میسازم که هر حالتی، هر فرایندی رو بتونه پشتیبانی بکنه. ولی تو حالت دوم، تو حالت اولی که این هاوسه، فکر میکنم میلاد بهترین توضیح رو داد دیگه، که کامل آقا ما میخوایم بیایم شروع بکنیم به اون فرایند تست و پروتوتایپ، چون یه مقدار دسترسی داریم به کاربرهایی که قرار ازش استفاده بکنن و خیلی بیشتر داریم طبق نیازهای یک بیزنس رو میسازیم، میتونیم دیتاهای خیلی بهتری جمع بکنیم این وسط. کاری که باید انجام بشه اینه که صرفا ما به عنوان دیزاینر، اصلا حالا تو لول کلش خارج از محصول بی تو سی و بی تو بی، من اینجوری میگم آقا نقش دیزاینر اینه که یک مدیر عاملی وجود داره اون وسط، یک حالا میگیم کارفرمایی وجود داره که یک ابری از داده ها بالا سرش وجود داره، ابری از داده ها و ایده های مختلف بالا سرشه و من به عنوان دیزاینر کاری که میکنم چیه؟ میام این ابر رو میچلونمش، اسارش رو میگیرم، میگم ببین تو اینو میخوای. حالا این روش هایی که استفاده میکنیم، چه پرواکت باشه، حالا چه نمیدونم دیزاین اسپرینت باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، برای اینه که ما اول به یک زبان مشترکی برسیم با اون کارفرما و بگیم ببین تو این رو میخوای به این نتیجه نهایی برسی و تو دیگه کاری به مسیرش نداشته باش، چیدن مسیرش با منه، ولی مسیری که من میچینم، ابزاری که من برات میسازم، این چی بهش میگن، این نتیجه رو برای تو برمغان میاره با کمترین هزینه. این بحثی که میگی حالا چجوری رفت و برگشت رو کم بکنیم، حس میکنم دیگه از دیزاین محصول بی تو بی مقدار خارجه. بحث برمیگرده به اون توانایی های ارتباط و کامیونیکیشن و اینکه من چجوری بتونم مثلا کارم رو پرزنت بکنم و چجوری بتونم اون ارتباطه رو داشته باشم، اون ارتباط موثر رو داشته باشم، حالا با اون زینت یا کارفرما یا هر چیز دیگه ای.
فکر کنم خیلی کلی توضیح دادم، ولی خب امیدوارم تونسته باشم جواب بدم بهت. آره مرسی، ممنون. بیشتر هم سرم این که مهارت ارتباطی، حالا به جز مهارت ارتباطی بیشتر سر اون موردی که بتونیم کامل اون نیاز اون کارفرما رو متوجه بشیم که لازم نباشه خیلی رفت و برگشت داشته باشیم و سوالات متعدد ازش بپرسیم، برمیگرده باز به همون مهارتی که درست سوال بپرسیم، درست اطلاعات جمع کنیم و اینجور مسائل. توی محصول بی تو بی، حالا بر بحث این که مثلا من بخوام درست نیاز رو متوجه بشم، چیزی که تجربه خود منه این شکلی بوده که اگر من به اندازه کافی محصولات بی تو بی مختلف مطالعه کرده باشم و یک لایبرری کاملی تو ذهنم داشته باشم از سولوشن‌های مختلف، وقتی که یک کارفرمایی میاد میگه که خب من میخوام همچین کاری بکنم، من میتونم بهش بگم خب تو مثلا کاری که میخوای انجام بدی تو این محصول این شکلی پیاده سازی شده، آیا منظورت اینه؟ یعنی همون لحظه میتونم اون فیچر رو توی یک محصولی که آلردی وجود داره نشونش بدم و اون بشه نقطه شروع ما که بگه اوکی من با 80% اوکی ام، ولی 20% رو تغییر بدیم. چون توی محصول بی تو بی فرآیندها ثابته، استاندارد ثابته و ما نمیتونیم خیلی چیزی به عنوان خلاقیت به خرج بدیم اون وسط. صرفا میخوایم مثلا بیایم نمونه رو نشون بدیم، بگیم که به این شکله، حالا چجوری بیایم کاستومایزش کنیم برای بیزینس شما. خب مرسی، خیلی ممنون. قربونت. مهشاد بریم. سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که دوباره تو جمعتون هستم. من خواستم به امین بگم که حالا منم خواستم همین تجربه و در پیرو به اون حرفایی که معین زدی خواستم بگم که منم الان که درگیر محصول بی تو بی ام، به خاطر اینکه این رفت و برگشته رو کم کنم و متوجه شدم که اگه فرایندی رو که من دارم پیش میبرم، مثلا مثل فرایند فروش حالا یه محصولی، میتونم قبل از اینکه وارد جلسه بشم اول کل این فرایند رو برم راجبش بخونم، مطالعه کنم، استانداردها رو پیدا کنم حالا توی اون صنعتی که میخوام پیش ببرم و با یک اعتماد به نفس بیشتری وارد جلسه میشم و حتی میتونم جلسه رو به جای اینکه اونها بخوان به من یه خطی رو مثلا به من بدن، جلسه رو من جوری پیش ببرم که من پیشنهاد بدم. حالا پیشنهاد دارم میگم بر اساس یک رفرنس، یک استانداردی بیان میکنم که بتونم اونا رو متقاعد کنم که نخوان حرف دیگه‌ای بزنم. همین، مرسی. عالی عالی، دمت گرم. تو پروژه‌ای که تو داشتی من بیشتر درگیر بودم اون وسط. آره دقیقاً، شما خیلی بیشتر درگیر بودین. مرسی بازم ازتون، واقعا ممنون بابت. مرسی، خیلی متعالیه. مرسی، دمتم گرم. مجید میگم حالا بد نیست که شاید بعداً یه جلسه بذاریم مثلا برای خود حل مسئله و این قضیه مثلا ارتباط با کارفرما. خب بیایم حالت رول پلی بذاریم، من و تو بشیم کارفرما، بقیه بیان مثلا ایده هاشون رو پرزنت بکنن، تمرین کنیم اینجوری. آقا من همه جوره پایم. خب بعد هفته یه بارم میت داشته باشیم اوکی هم کلن، ولی خب شرایط یه جوریه که یهو میزنن یه جا رو، بعد آره میشه که نت قطع میشه. ولی اوکیه، من حالا هر موقع دوست داشتی میگیم وسط این میتام، الان ما یه دونه میت داریم، میتونیم وسطش یه دونه میت بریم، اگه نزنن اون دیگه اوکی میکنیم. من میشم کارفرما. من نظرم اینه مثلا چند تا میت تعاملی بریم. من تو کارگاه حل مسئله‌ای که داشتم این تعامله رو بردیم بالا، خیلی چیز جذابی شد. آره بریم. مثلا تو 70% جلسه مثلا حرف نمیزدم، بقیه داشتن حرف میزدن. آره. خب مهشاد گفته که آموزش BPMN چیز دیگه. مهشاد من ویدیوشو میدم مجید که هم تو گروه بذاره هم توی دیسکریپشن حالا ویدیوش بذاره بعدن. خب هانیه بگو. ببخشید می‌خواستم بپرسم که این کارگاه‌هایی که راجعشون صحبت می‌کنین الان مثلا دوباره تشکیل میشن یا مثلا ویدیوهاشون هست که بخوایم داشته باشیم چی؟ آره ویدیوهاش هست، اگر خواستی بعد به من پیام بده داخل لینکدین، میتونیم با هم هماهنگ کنیم و احتمالاً حالا دوباره
برگزار میشه، حالا به قول مجید اگه جایو نزنن. حتما متشکرم ازتون. خواهش می‌کنم. خب بچه‌ها سوالی چیز دیگه نپرسین دیگه، سوال میخوام برم. خسته شده. آره تو هم در واقع ایدیپلیسته میتونید سوالاتون رو بپرسین از معین. آره اصلا ببین بچه‌ها جلسات من باز کردم. خب جلسات الان هر روز هفته تو کام 11 تا 1 باز کردم تایمشو، میتونین اونجا بیاین یه جلسه کوتاه با هم صحبت کنیم. اگر دیدین که حالا من میتونم بیشتر بهتون کمک کنم، جلسات ادوانس رو اونجا با هم ست بکنیم. خیلی هم عالی. یاسمین جان میتونی توی لینکدین به من پیام بدی؟ من الان اگه اسکرین رو تغییر بدم رکوردمون خراب میشه. اگه لینکدین به من پیام بدی من لینک گروه حتما بعد میفرستم. خب آقا دم شما هم گرم. بچه‌ها سوالی موردی چیزی اگه دارین نپرسین، چون ما این گشنش نمیخواد. من گشنم میخوام برم. نپرسین سه. دمت هم گرم. ان شاءالله سرمون میته تعاملی هم دیگه صحبت می‌کنیم، اوکیش می‌کنیم. آره چیز باحالی میشه. قربونتون بچه‌ها، دمتون گرم. مرسی از همگی، خیلی لذت بردم. خدای بزرگ رو به شما میسپارم و خدا نگهدارتون. دست شما در نکنه بچه‌ها، شبتون بخیر. خدا نگهدار. مرسی ممنون. خدا نگهدار. مرسی، شب